بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگار خویش آن که آفرید انسان را از پارچه خون بسته آفرید. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بخوان و پروردگارت بسیار کریم است آن که انسان را به وسیله قلم علم آموخت و انسان آنچه را نمیدانست آموخت. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نه چنان است که شکر نعمتهای خدا به جا آورده می شود، بلکه بیگمان انسان سرکشی می کند چون خود را بی نیاز می بیند. إن إلى ربك الرجعى. بیگمان بازگشت به سوی پروردگار توست. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. آیا دیدی کسی را که باز می دارد بنده را چون نماز می خواند؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. آیا دیدی اگر برای راست باشد یا مردم را به پرهیزگاری سفارش کند؟ أرأيت إن كذب وتولى. آیا دیدی اگر حق را تکذیب کند و رو گرداند؟ ألم يعلم بأن الله يرى. آیا نمی‌داند که بیگمان خدا اعمالش را می‌بیند؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. نه چنان است که او میپندارد اگر از این کارها خودداری نکند موهای بالای پیشانیش یعنی کاکلش را به آتش میگیریم، کاکل پیشانی دروغگوی خطاکار را. بگذار که او هم نشینان مجلس خود را بخواهد، ما هم موظفان دوزخ را فرا میخوانیم. نه چنان است که او میگوید از او فرمان مبر و سجده کن و تقرب بجو.